Bildiğimiz kadarıyla darbe girişimine katılan bir yabancı vatandaş olmadı. چند قدر که میدونیم یابان شهروند خارجی نبود این خوش شدنی تشکیلات داده این گروه تروریستی که داده لیکن خوش شدگی شهروند دیگر خارجی محکم شدگی هسته 15 بیل و خوش نشدگی همین وایده علاقه داشتگی محکم شدگی وزید در ترکیه که میدونین یک شهروند تاجیکستان هم بود در بین اینها یک شهروند وایده برآمد میگه نزدیکترین وقت بوده و آزاد شد میگه سردار تا حاضر یگان معلومات ایلاوگی درباره بغیر این یک کس نفر نیست آیا شما معلومات دارین خبر آدم برآمد پیش از این 15 ایول 6 مکتب ترکی اوید این فتو بود اینا همشون به نزد وزارت معارف گذارنده شد و یک مکتب بین المللی به نزد وزارت خارجه گذارنده این معناده همشون محکم شدند یعنی بسته شد لیکن شخصی خود و خیلی آدمایی که علاقمند است طرفدار است هست نه فقط در تاجیکستان ترکیه حال زیاد است لیکن تشکر به طرف تاجیکستان که مقامات امنیتی همکاری داریم این مسئله بسیار کمکشون رساند در تاجیکستان خیلی کم شدن این طرفداری این کمک رسانی این گروه تروریستی لیکن اینا تماما تازه شد گفته نمیتونیم هم در پیش که شما نقل کردیم قریب 150 نفر یک کشور 150 کشور در اینو فعالیت داشتن برای همین اینو توضیح کردیم اینقدر تیز آسان نمیشه